سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پارسا هستم. خوش اومدین به یه ویدیو آموزشی دیگه از پلیلیست A to C. اول از همه جا داره عذرخواهی کنم بابت این یه هفته 10 روزی که براتون ویدیو نذاشتم، اما چون هدف من این هست که ویدیو با کیفیتی براتون قرار بدم، مطمئناً این ویدیو ارزش ثبت کردن رو داشته، چون قرار بسیار نکات جذابی رو با هم دیگه بررسی کنیم که میتونه خیلی توی مسیر تریدتون بهتون کمک کنه تا بتونید تریدهای باثبات‌تر و به اصطلاح سودتری رو داشته باشید توی مارکت. پس اگر اولین باری هستش که با چنل ما آشنا شدید و این اولین ویدئویی است که دارید میبینید، لطفاً پس از اتمام این ویدیو حتما برید پلیلیست A to Z ویدیوهاشو از ابتدا به ترتیب ببینید، چون من راجع به تمام نکاتی که میخوام توی این ویدیو صحبت کنم توی ویدیوهای مجزا با جزئیات بسیار زیادی کاملا صحبت کردم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم با هم دیگه اطلاعات این ویدیو رو بررسی کنیم. خب من توی ویدیوهای قبلی راجع به اینکه چطور روند خودمون رو مشخص کنیم و چطور از استرانگ رنج ها و هایلوهای پروتکتد استفاده کنیم و ورودهای خودمون رو داشته باشیم صحبت کردم. توی این ویدیو می‌خوایم با جزئیات بسیار بیشتری صحبت کنیم. خب ببینید، وقتی که یک روندی برای شما شکل میگیره، مثلا یک روند نزولی که برای شما شکل میگیره، چشم شما باید بره به سمت سوینگ های ها یا سقف ها. چرا؟ چون پشت این سوینگ های ها نقدینگی وجود داره و اگر ما انتظار این رو داریم که در جهت روند نزولی ادامه حرکت رو داشته باشیم، قیمت نیازمند این هست که یک نقدینگی رو از سمت چپ بزنه برای ما. حالا میخواد یه نقدینگی بزنه، میخواد دو تا نقدینگی بزنه، اون خیلی مهم نیست. مهم اینه که بعد از اینکه نقدینگی زده شد چه موقع به ما تاییدیه داده بشه. اوکی. خب بعد از اینکه این نقدینگی رو برای خودمون مشخص کردیم، صبر میکنیم تا قیمت بیاد نقدینگی رو بزنه و با این حرکت یک ترپ و تله‌ای برای معامله‌گران سل و بای اتفاق افتاده. چطور؟ وقتی که در یک روند نزولی معامله‌گران میخوان با سل همراه باشن، با این روند نزولی همراه باشن، استاپ لاس خودشون رو پشت این سقف‌ها قرار میدن و انتظار دارن که این آخرین سقف‌ها گرفته نشه. خب و خب میتونه برای اونها منطق جذابی هم باشه. و همچنین بعد از اینکه این سقف‌ها زده میشه، معامله‌گرانی که دنبال ریورس حرکتی قیمت هستن، خب اینو به عنوان یک تغییر ساختار میبینن و میخوان وارد پوزیشن بای بشن و این بهترین موقعیت برای ما هست که از این فرصت استفاده کنیم و بعد از زده شدن این نقدینگی تاییدیه خودمون رو بگیریم و انتظار ادامه حرکت نزولی رو داشته باشیم، چون روند شما به این سادگی ها بر نمیگرده. برای همین همیشه ترید های خودتون رو در جهت روند داشته باشید. پس در یک روند نزولی چشم شما میره به سمت سقف ها و منتظر میشید حداقل یه سقف گرفته بشه و بعد از اینکه این سقف گرفته شد تایید خودمون رو میگیریم و ورود خودمون رو میزنیم. و بالعکس در یک روند صعودی چشم شما میره به سمت کف ها و منتظر میشید کف گرفته بشه و بعد تایید بگیرید و ورود خودتون رو داشته باشید. قطعاً که وین ریت شما در جهت روند بسیار بالاتر از اینه که بخواید این ریورس ها رو داشته باشید. اوکی. حالا بریم با هم دیگه روی چارت بررسی کنیم ببینیم که منظورمون از این داستان دقیقاً چی است. یک نکته بسیار مهم دیگه هم که وجود داره، قطعاً تو دل این آخرین لگی که شما مشخص میکنید به احتمال زیاد FVG هم وجود داره. خب اما قرار نیست که ما بریم این FVG رو مشخص کنیم و بعد بریم تایم فریم پایینتر، بعد از اینکه به این FVG رسید بریم تایم فریم پایینتر تاییدیه بگیریم. چرا؟ چون منطقی که ما داریم ازش استفاده میکنیم اینه که بر اساس همون تگ تایم فریم میخوایم ورودهای خودمون رو داشته باشیم و این ستاپ بر اساس تگ تایم فریم هست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگر این تایم فریم دیلی هست، دیگه کاری با این FVG دیلی نداشته باشید. اگر شما میخواید ورودهای خودتون رو در تایم فریم دیلی داشته باشید، صبر کنید که نقدینگی دیلی زده بشه اول از همه و بعد بر اساس همون تایم فریم دیلی تاییدیه رو میگیریم و اینجا ورود خودمون رو میزنیم، استاپمون رو میزنیم و تارگتمون هم که مشخصه. اوکی. و این منطق چی رو داره به ما میگه؟ یعنی عملا با این حرکت انگار قیمت داره FVG تایم فریم بالاتر خودش رو میتیگیت میکنه. ما به FVG چرا میگیم نقدینگی داخلی یا اینترنال رنج لیکویدیتی؟ چون وقتی که یک FVG رو از یک تایم فریم به خصوص مشخص میکنیم، حالا میخواد دیلی باشه، ویکلی باشه، هر تایم فریم باشه، وقتی که یک FVG رو از تایم فریم دیلی مشخص میکنید، به احتمال خیلی خیلی زیاد در تایم فریم 4 ساعته و 1 ساعته قیمت داره یک نقدینگی رو میزنه. یعنی اگر اینجا یک FVG دیلی دارید شما، در تایم فریم 4 ساعته به احتمال اینجا داره یک سقفی رو میزنه و بعد داره به سمت پایین ادامه حرکت خودش رو میده. اوکی. پس اگر یک FVG رو در یک تایم فریم مشخص میکنید، تایم فریم پایینتر به احتمال زیاد داره نقدینگی میزنه. برای همین بهش میگیم اینترنال رنج لیکویدیتی یا نقدینگی داخلی. مثلا اگر اینجا شما یک سقف دیلی رو برای خودتون مشخص میکنید، به احتمال خیلی خیلی زیاد قیمت بعضی که داره این سقف دیلی رو میزنه داره FVG ویکلی رو هم میتیگیت میکنه، یعنی FVG یک تایم فریم بالاتر رو هم میتیگیت میکنه. اوکی. پس اگر ما به صورت تک تایم فریم نگاه کنیم به داستان خیلی جذاب تره.
خب چون در هر صورت قیمت داره نقدینگی میزنه و بعد حرکت خلاف اون رو داره انجام میده. میریم با هم دیگه روی چارت بررسی میکنیم، میبینیم که دقیقاً منظورم از این نکاتی که گفتیم چیه. خب ببینید از این پایین که قیمت یک روند صعودی رو شروع کرده، اصلا مهم نیست که تایم فریم چه تایم فریمیه. شما موقعی که تایم فریم ورود خودتون رو مشخص میکنید با یک تایم فریم پایینتر و یک تایم فریم بالاتر سر کار دارید. حالا جلوتر با هم دیگه کاملا راجع به این نکات صحبت میکنیم. ببینید فرض کنید تایم فریم ورود خودتون رو در تایم فریم دیلی مشخص کردید و میخواید منتظر تشکیل این ستاپ در تایم فریم دیلی باشید. چطور این کار رو انجام میدید؟ وقتی که یک روند صعودی برای شما شکل میگیره، مثلا فرض کنید اینجا از این پایین، خب قیمت داشته چی کار میکرده؟ یک روند نزولی داشتیم، داشته به سمت پایین حرکت میکرده و بعد اومده چیکار کرده؟ نقدینگیایی که داشته رو زده. یه نقدینگی اینجا داشتیم، یه نقدینگی اینجا داشتیم، نقدینگی‌ها رو زده و بعد از اون سریعا برای شما افیژ نزولی تشکیل داده. درسته؟ اوکی، شما میتونید روی کلوز این کندل ورود خودتون رو داشته باشید، استاپتون این پشت قرار بدید، یا میتونید بذارید برگرده به این افیژی و روی افیژی ورود خودتون داشته باشید. میگم این برمیگرده به شما. اوکی، اگر روی افیژی ورود بزنید قاعدتا آربار بیشتری میتونید داشته باشید، اما ممکنه معامله خودتون رو میس کنید. و اگر روی کلوز کندل ورود بزنید قاعدتا آربار شما کمتر میشه، اما هیچ وقت معامله خودتون رو میس نمیکنید و این برمیگرده به شما. من خودم به شخصه همیشه روی کلوز کندل تاییدیه ورودهای خودم رو میزنم، چون ورودهای من در تایم فریم 1 دقیقه هست. اوکی، حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما انتظار داریم که این کف گرفته بشه در جهت روند نزولی. وقتی که این افیژی ساخته میشه ما اینجا ورود خودمون رو میزنیم. آلردی یک ترپی برای معامله‌گران بای اتفاق افتاده، همچنین یک ترپی برای معامله‌گران سل اتفاق افتاده، استاپ لاس زده شده و انتظار داریم که قیمت به سمت پایین ادامه حرکت خودش رو داشته باشه. موقعی که این کف گرفته شد میتونیم معامله خودمون رو ببندیم یا اینکه ریسک فری کنیم، ببینیم تا کجا میخواد به سمت پایین حرکت کنه و از سمت چپ میتونیم تارگت‌های دیگه هم برای خودمون مشخص کنیم. مثلا یک تارگت واضح و بدیهی که میتونیم داشته باشیم این ناحیه فیر والو اریا هست که راجبش توی ویدیوهای مختلف کاملا صحبت کردم و اگر قیمت بخواد نفوذ بیشتری رو به این ناحیه فیر والو اریا انجام بده میتونه بیاد این افیژی اکستریم رو هم کاملا پر کنه. اوکی، اینا میتونه تارگت های بعدی شما باشه، اما پیشنهاد من برای شما اینه که برای شروع صرفا آربار 1 بگیرید. بذارید که ذهنتون عادت کنه به این استراتژی تسلط پیدا کنید و بعد برید سراغ آربارهای بیشتر. دوباره چه اتفاقی افتاده؟ از موقعی که شما وارد معامله سل شدید قیمت میاد یک بار دیگه نقدینگی رو میزنه، درسته؟ و بعد دوباره برای شما افیژ نزولی تشکیل میده اینجا، درسته؟ این افیژ نزولی بعدی است که اینجا ساخته شده. میبینید که قیمت به این افیژی هم دیگه بر نگشت و رو کلوز این کندل اگر ورود خودتون رو میزدید هیچ وقت معامله رو میس هم نمیکردید و حساب خودتون هم میتونستید روی بادی داستان قرار بدید، چون دیگه واقعا دلیل نداره تا اون بالا بیاد. اگر تا اون بالا بخواد بیاد برگرده میاد تمام این نقدینگی رو میزنه، همه استاپای شما رو میزنه، چون این بالا اولا دیگه ایکوال ساخته و دلیل نداره وقتی که اینقدر به این کفا نزدیکه بخواد تا اونجا برگرده بالا. اوکی، و این پوزیشنتون هم به راحتی میرفت تارگت خودش رو میزد. حالا روند شما همچنان نزولیه. خب بر اساس تگ تایم فریم داریم به داستان فعلا نگاه میکنیم و تایم فریم بالاتر هنوز درگیر نکردیم. روند شما نزولیه و آخرین استرانگ نزولی که برای شما تشکیل شده، آخرین های پروتکتدی که برای شما تشکیل شده از این بالا هست. شما کاری که انجام میدید یک 50% از این بالا تا اولین جایی که قیمت میخواد پول بک بزنه به سمت نقدینگی یا حرکت کنه مشخص میکنید. خب الان ما یک نقدینگی اینجا داریم، درسته؟ ناحیه 50% شما دقیقاً داره بالای این نقدینگی میفته و اگر قیمت میخواد حرکت نزولی خودش رو ادامه بده باید بعد از روشن این نقدینگی این اتفاق بیفته. اگر نخواد این اتفاق بیفته و تاییدیه بمونه، به احتمال زیاد این ایکوال های این بالا تارگت حرکتی قیمت هست و قیمت میخواد روند خودش رو کلا به سمت بالا تغییر بده. اوکی، قیمت بعد از که میاد این نقدینگی رو میزنه، ناحیه 50% هم میزنه، میبینی که یک ریاکشن جذابی هم انجام میده، اما نمیتونه برای شما افیژ نزولی تشکیل بده و در عوض روند خودش رو به سمت بالا ادامه میده و آخرین سقف‌های خودش رو کاملا فیل میکنه. پس الان روند ما تغییر کرده و آخرین استرانگ های نزولی ما فیل شده. اوکی، پس میتونیم انتظار ادامه حرکت رو به سمت بالا داشته باشیم. حالا به جای اینکه شما بیاید دنبال این باشید که اینجا بر اساس این افیژ دیلی به تایم فریم پایین‌تر ورود بزنید، صبر کنید که بر اساس همین تایم فریم قیمت اول از همه برای شما یک نقدینگی رو تشکیل بده. اوکی، خب یک نقدینگی ما اینجا داشتیم، یک سوینگ لو اینجا داشتیم، یک سوینگ لو هم اینجا داشتیم.
صبر میکنیم که این نقدینگی ها گرفته بشه. کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم اینه که از این پایین تا اون بالا، تا اولین جایی که قیمت میخواد ریورس کنه به سمت زدن این نقدینگی ها، یه 50% هم میندازیم. آیا نیازه که حتما 50% میتیگیت بشه؟ نه. مهمترین چیزی که نیازمنده که انجام بشه اینه که قیمت نقدینگی رو بزنه. حالا اگر بیاد 50% رو هم ببینه اوکی، میتونه خیلی بهتر باشه، اما دلیلی وجود نداره که حتما قیمت بخواد 50% رو ببینه. اوکی. و همچنین ما این نوای فیر والو اریا هم داریم دیگه. بادی داستان اینجا کاملا مشخصه که به صورت یک ناحیه ریفاین شده میتونیم برای خودمون مشخص کنیم. مهمترین چیز اینه که بعد از زده شدن این نقدینگی ها قیمت به ما تاییدیه بده. حالا چه موقع این تاییدیه اتفاق افتاده؟ موقعی که قیمت نقدینگی رو که زده اینجا برای شما افیجی سعودی تشکیل داده. درسته؟ پس شما میتونی اینجا رو کلوز این کندل ورود خودتو بزنی، استاپ این پشت قرار بدی و بخوای یار ازش بگیری و در ادامه بخوای این سقف اصلی رو هم تارگت کنی. خیلی منطقی و جذاب. قیمت رفته به سمت تارگت شما حرکت کرده. یه آر شما که خیلی زودتر خورده، اینجا تارگت یار شما خورده. ببینید که چقدر زیبا وقتی یه آر رو به شما میده ریتریس میکنه. به این نکات دقت کنید، خیلی مهمه. اوکی؟ و میتونه خیلی توی مسیر تریدتون بهتون کمک کنه. و در ادامه هم رفته قیمت تارگت اصلی شما رو هم زده و خیلی بیشتر هم به سمت بالا حرکت کرده. اوکی. حالا از سمت چپ شما تارگت های دیگه هم داری. وقتی که این روند از این بالا که شکل گرفته، خب وقتی که اینجا آخرین ساختار شما فیل شده، به احتمال خیلی زیاد این سقف اصلی هم تارگت حرکتی قیمت هست. یعنی در ادامه که شما به تسلط رسیدید، موقعی که این سقف گرفته میشه میتونید معامله خودتون رو ریسک فری کنید و بذارید مثلا بره تارگت بعدی شما رو هم بزنه و آربار بیشتری هم بگیرید. اما فعلا دنبال همچین داستانی لطفاً نباشید. اوکی. بعد از اینکه این اتفاق میفته چی میشه؟ شما یک رنج جدید دارید، یک لو پروتکتد جدید دارید که از اینجا هست تا اون سقف. کاری که انجام میدید یه 50% اول از همه میندازید که 50% رنج خودتون رو، یعنی نواحی دیسکانت و به اصطلاح ارزان خودتون رو مشخص کنید. اما مهمترین چیزی که باید اتفاق بیفته چیه؟ اینه که قیمت نقدینگی رو برای شما بزنه. اوکی؟ خب نقدینگی رو برای خودتون مشخص میکنید. یه نقدینگی اینجا دارید. اوکی؟ یه نقدینگی اکستریم هم اینجا دارید. درسته؟ و در نهایت این افیجی اکستریم. آیا نیازمند این هست که قیمت همه این نقدینگی‌ها رو بزنه؟ نه. مهمه که یک نقدینگی حداقل زده بشه و بعدش ما تاییدیه رو بگیریم. خب اینجا که قیمت نقدینگی رو میزنه، یه نقدینگی اینجا برای شما ساخته و بعد میاد برای شما، بعد از اینکه یک بار دیگه هم اینجا سوینگ لو رو زد، یک افیجی سعودی برای شما تشکیل میده. شما میتونستید روی کلوز این کندل ورود خودتون رو داشته باشید یا بذارید برگرده به این افیجی، میگم برمیگرده به خودتون، و استاپ خودتون رو این پشت قرار بدید و انتظار داریم که قیمت به سمت بالا حرکت کنه و بره این سقف رو بگیره و یا حداقل ما یه آر ازش بگیریم. خب قیمت میاد یک حرکت سعودی رو به سمت بالا انجام میده. بعد از اینکه این افیجی رو میتیگیت میکنه، افیجی بعدی رو هم تشکیل میده، یعنی تثبیت اوردر فلام اتفاق افتاده. پس خیال ما از اینکه دیگه روند ما میخواد ادامه پیدا کنه راحته. اوکی. و ما توی معامله هستیم، اصلا کاری نداشته باشید که این تایم فریم دیلی هست و مثلا یک ماه طول کشیده. نه، شما میتونید این رو در تایم فریم پایینتر هم استفاده کنید. فقط مهم اینه که اول از تایم فریم بالاتر شروع کنید. اوکی. و به یک درک درستی از این کانسپت برسید و بعد بیایید وارد تایم فریم پایینتر بشید. اصلا عجله نداشته باشید. مارکت همیشه هست و هیچ وقت فرار نمیکنه. اوکی. و بعد از اون دوباره چه اتفاقی میفته؟ قیمت میاد این نقدینگی این پایین رو میزنه و بعد دوباره برای شما افیجی تشکیل میده اینجا. درسته؟ میتونستید دوباره اینجا ورود خودتون رو داشته باشید رو کلوز این کندل. اینجا استاپ لاس خودتون رو این پشت قرار بدید و انتظار داشته باشید که قیمت به سمت بالا ادامه حرکت خودش رو داشته باشه و در نهایت خیلی شارپ و جذاب رفته این کار رو انجام داده. چرا؟ چون اینجا کلی رنج زده، استاپ معما نخورده، اما چندین بار تو دل این لگ نقدینگی ساخته و زده و مثلا این نقدینگی ایکوالی که اینجا ساخته بود خیلی جذاب بودن، مخصوصا وقتی که یک نقدینگی ترند لاین داری شما اینجا. ببینی چقدر جذاب بوده. نقدینگی گرفته شده، تاییدیه بای داده شده و قیمت به سمت بالا حرکت خودش رو انجام داده. بعد از اینکه قیمت ماده این سقف رو گرفته دوباره، خب شما یک رنج جدید داری از این پایین خب تا اون بالا
تا اولین جایی که قیمت میخواد بیاد ریتریس کنه به سمت اینکه نقدینگی رو بزنه. چشم شما در یک روند صعودی میره دنبال کف ها یا سوینگ لوها. خب کجا کف داریم؟ اینجا یک کفی که اینجا داریم، یکم اینجا که ایکوال ساخته که خیلی ارزش بالاتری داره. بعد از اینکه این کف زده شد شما منتظر میشی که افیجی ساخته بشه. اینجا افیجی ساخته شده، شما میتونی رو کلوز این کندل ورود خودت رو داشته باشی یا بذاری برگرده به این افیجی و ورود خودت رو بزنی. اوکی؟ و میخوای یه آر ازش بگیری. خیلی منطقی و جذاب. اینجا یه آر شما میخوره و تارگت اصلی شما اینجا بود. اگر می‌خواستی بیشتر توی معامله بمونی، بعضی اینکه این سقف گرفته شده معامله خودت رو ریسک فری می‌کنی و بعد میذاری که مثلا تا کجا میخواد به سمت بالا حرکت کنه. اوکی، اصلا مهم نیست این دیلیه. این میتونه 15 دقیقه باشه، این میتونه 5 دقیقه باشه، این میتونه 1 ساعته یا 4 ساعته باشه. اوکی، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ روند شما همچنان صعودیه. چشم شما در یک روند صعودی میره دنبال نقدینگی ها. خب یک کف اینجا داشتیم، یک کف اینجا داشتیم که در اصل با این کف سمت چپش یک ایکوال جذاب بوده. کار بعدی که انجام میدی اینه که 50% این آخرین رنج خودت رو هم مشخص میکنی از این آخرین استرانگی که ساخته شده تا اولین جایی که قیمت میخواد بیاد پول بک بزنه به سمت این نقدینگی ها. 50% هم برای خودت مشخص میکنی. حتما مهم نیست که 50% دیده بشه، اما اگر ناحیه 50% گرفته بشه خب میتونه کانفلوئنس جذاب تری برای شما باشه. مهم اینه که تاییدیه که به شما داده میشه. اینجا که نقدینگی گرفته شده به شما تاییدیه نداده، اومده پایین یک بار دیگه نقدینگی رو زده، 50% رو هم گرفته و اینجا به شما تاییدیه داده. درسته؟ افیجی برای شما تشکیل داده. میتونید روی کلوز این کندل ورود خودت داشته باشی، استاپ تو این پشت قرار بدی و بخوای این حرکت رو بگیری و به زیبایی رفته یه آر رو به شما داده و تارگت سقف اصلی رو هم زده. اگر می‌خواستی بیشتر توی معامله بمونی، موقعی که این سقف گرفته شده معامله خودت رو ریسک فری می‌کردی، ببینید تا کجا میره. که من پیشنهاد نمی‌کنم این کارو انجام بدید. مهم اینه که این سود رو بگیرید و اگر در ادامه معامله بعدی برای شما اتفاق افتاد، پوزیشن های بعدی رو هم میگیرید. دوباره بعضی که این سقف اصلی گرفته شده، شما یک لو پروتکتید بعدی دارید. از این پایین تر اینجا تا اون بالا مشخص میکنید. نقدینگی داخلی رو برای خودتون مشخص میکنید. این سوینگ لو این نقدینگی اولی شما بوده و این هم نقدینگی اکستریم شما بوده. قیمت میاد نقدینگی رو میزنه، اینجا تاییدیه به شما نمیده، دوباره میاد این نقدینگی رو یک بار دیگه میگیره و اینجا به شما تاییدیه میده بالاخره. درسته؟ این افیجی ساخته میشه هر چقدر کوچیک مهم نیست. شما میاد اینجا ورود خودتون رو میزنید یا روی افیجی ورود خودتون میزنی، میاد استاپ شما رو میزنه. اوکی، هیچ مشکلی نیست، استاپ خوردید، اصلا اشکال نداره. همچنان روند شما صعودی تا زمانی که این آخرین لگ شما فیل نشده باشه. خب پس صبر میکنید. اگر دوباره به شما تاییدی داده بشه، دوباره ورود خودتون رو میزنید. اینجا قیمت میاد افیجی رو برای شما تشکیل میده، روی کلوز این کندل ورود خودتون میزنی، استاپ تو این پشت قرار میدی و میتونی انتظار داشته باشی که خیلی راحت‌تر و سریعتر قیمت به سمت بالا حرکت کنه. چرا؟ چون یک بار استاپ شما هم خورده شده، استاپ شما هم زده شده. اوکی، و میره این صف رو میزنه و آربار بیشتری هم میتونستی بگیری از این معامله. میتونستی موقعی که استاپ میخوری از معامله بعدی 2 آر بگیری حداقل. اوکی، که در نهایت برای آینده شما همون یه آر مثبت بشه. دوباره بعد از اینکه این صف گرفته میشه، شما منتظری که قیمت بیاد. اول از همه از این پایین تا اون بالا میندازی، منتظر میشی که نقدینگی زده بشه. 50% واسه خودت مشخص کردی، نقدینگی رو برای خودت مشخص میکنی. این نقدینگی گرفته نشده اما مهم نیست، چون قیمت یک نقدینگی دیگه اینجا برای شما ساخته. نقدینگی رو میزنه و بعد توی کلوز این کندل برای شما افیجی رو تشکیل میده. میتونید روی کلوز این کندل ورود خودت رو داشته باشی یا بذاری برگرده به این افیجی، برمیگرده به خودتون و بعد یه همچین معامله متصور هستی. موقعی که این سقف گرفته شده معامله خودت رو ریسک فری میکنی. اوکی، و میذاری بری یارتو بده، یعنی تا کجا بیشتر میتونه به سمت بالا حرکت کنه. اوکی، همچنان با روند پیش میری. روند شما صعودیه، فقط چشم شما میره به سمت این نقدینگی ها که گرفته بشن. اوکی، در ادامه مهمترین چیز اینه که قیمت برای شما افیجی تشکیل بده. کجا تشکیل شده؟ اینجا تو کلوز این کندل. روی کلوز این کندل میتونستی نقطه ورود بعدی خودت داشته باشی، استاپ خودت هم میتونستی اینجا قرار بدی، چون واقعا دلیل نداره که بخواد تا این پایین دوره برگرده قیمت. اوکی، و این میتونست حرکت بعدی باشه که شما میتونستی داشته باشی. اوکی، روند شما همچنان صعودیه، با روند همراه میشی، منتظر میشی نقدینگی گرفته بشه و افیجی برای شما تشکیل بشه. تو کلوز این کندل افیجی ساخته شده برای شما. اینجا ورود خودتو میزنی، استاپ تو میزنی این پشت. موقعی که این سقف گرفته میشه معامله خودتو میتونی ریسک فری کنی و بذاری ببینی که یارتو بهت میده یا نه. اوکی، خیلی منطقی و جذاب. حالا یک نکته بسیار مهم اینجا وجود داره که این روند تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. قیمت که نمیتونه تا آخرش فقط با استرانگ های دیلی پیش بره.
خب و این استرانگ هایی که تشکیل میشن، این های و لوهای پروتکتدی که تشکیل میشن برای شما، باید در تایم فریم های مختلف اتفاق بیفتن. یعنی اگر قیمت میخواد بیشتر به سمت بالا ادامه حرکت خودش رو داشته باشه، باید بیاد یک نقدینگی از تایم فریم بالاتر هم بزنه. برای همین گفتم یک تایم فریم بالاتر رو هم همیشه باید در نظر بگیرید. یعنی اگر یک روند دیلی نزولی دارید شما و قیمت بیاد این نقدینگی رو میزنه و میخواد به سمت پایین حرکت کنه، خب تا یه جایی این اتفاق میفته. خب و بعد از اون قیمت نیاز داره که یک نقدینگی ویکلی بزنه برای شما. یعنی اگر این تایم فریم ویکلی دیلی هست، قیمت نیاز داره که بیاد یک نقدینگی ویکلی بزنه و این نقدینگی ویکلی عملا میشه اون سقف و کفی که در اون تایم فریم دیلی شما به عنوان یک سقف و کف استرانگ و پروتکتد میشناسی. خب پس وقتی که قیمت میاد این سقف رو میزنه، اگر روند ویکلی شما نزولیه، خب قیمت میتونه این سقف به اصطلاح ویکلی رو بزنه که یک سقف استرانگ دیلی هست و بعد در همون تایم فریم ویکلی به شما تاییدیه بده و بعد ادامه حرکت خودش رو داشته باشه. خب بریم با هم دیگه روی چارت بررسی کنیم دقیقاً منظورم از این داستان به چه صورته. خب ببینید این آخرین استرانگ شما بود. خب درسته؟ این آخرین استرانگ شما بود و 50% مشخص کردی، نقدینگی رو برای خود مشخص کردی، قیمت میاد اما نمیتونه تاییدیه بده و این آخرین استرانگ شما رو فیل میکنه. خب این آخرین استرانگ شما فیل شده. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که اگر شما یک تایم فریم بری بالاتر و تایم فریم ویکلی رو نگاه کنیم، اینه که کاملا واضحا روند شما در تایم فریم ویکلی صعودیه. پس اگر همون داستانی که داشتیم در تایم فریم دیلی ازش استفاده میکردیم و بخوایم در تایم فریم ویکلی هم استفاده کنیم، منطق ما به ما چی میگه؟ میگه که اوکی اگر این نقدینگی زده بشه در تایم فریم ویکلی، اگر ما تاییدیه بگیریم میتونیم انتظار ادامه حرکت رو داشته باشیم. خب چه موقع اف جی ویکلی برای شما ساخته شده؟ اینجا. پس شما بر اساس تایم فریم ویکلی اینجا میتونستی نقطه ورود داشته باشی و این حرکت رو بگیری. اما این کف که زده میشه چون در تایم فریم دیلی استرانگ بوده، ممکنه شما به این اشتباه بیفتی که روند شما نزولی شده و بخوای بیای اینجا برای خودت نقدینگی مشخص کنی و بگی که این نقدینگی زده شده، میخوام سل بزنم، که این سل هم کار میکنه، عملا کار خودش رو انجام میده. اما چرا قیمت به سمت بالا حرکت میکنه؟ چون آلردی قیمت نقدینگی تایم فریم بالاتر رو زده. برای همین بسیار مهمه که یک تایم فریم بالاتر از اون تایم فریمی که به عنوان نقطه ورود برای خودتون مشخص میکنید رو همیشه در نظر داشته باشید. چون اگر تایم فریم بالاتر شما صعودی باشه، خب قیمت اگر بیاد در اون تایم فریم نقطه ورود شما آخرین استرانگ شما رو فیل کنه، به احتمال زیاد داره نقدینگی تایم فریم بالاتر رو میزنه و شما میتونید صبر کنید که در همون تایم فریم بالاتر به شما تاییدی داده بشه و بخوای ورود خودت رو داشته باشی. دقت میکنی؟ اوکی. دوباره وقتی که قیمت، ببین از دیدگاه همین تایم فریم دیلی که نگاه میکنی، قیمت این نقدینگی رو که زده به سمت پایین که حرکت کرده، خب در نهایت این سقف رو فیل کرده، یعنی آخرین استرانگ خودش رو فیل کرده. درسته؟ آخرین استرانگ نزولی خودش رو فیل کرده. دقت هم میکنی که قیمت بعد از اینکه این نقدینگی رو زد نتونست به شما تاییدیه نزولی جدیدی رو هم بده، در عوض داره اف جی صعودی میسازه. خب پس وقتی که این آخرین استرانگ شما فیل میشه، خب دوباره میتونی با تشکیل استرانگ صعودی بای بزنی. درسته؟ وقتی که قیمت این نقدینگی رو میزنه، دوباره اینجا برای شما اف جی صعودی که تشکیل میده، میتونی با خیال راحت اینجا ورود ادامه دهنده خودت رو داشته باشی و باز با روند پیش بری. و دوباره روند شما صعودیه، منتظر میشی نقدینگی گرفته بشه. بعد از اینکه نقدینگی گرفته شد، منتظر میشی که اف جی صعودی برای شما تشکیل بشه. اینجا که تشکیل نشده، اینجا تشکیل شده. اینجا میتونستی ورود خودت رو داشته باشی، استاپ خودت همین پشت قرار بدی و میخوای یار ازش بگیری. خیلی منطقی و جذاب، رفته کار خودشو انجام داده. دوباره به همین صورت بعد از اینکه نقدینگی گرفته میشه، ببین وقتی که قیمت میاد یک بار نقدینگی ویکلی میزنه، دوباره میتونی چند لگ با دیلی همراه باشی. این خیلی منطقی و جذابه. تا یه جایی قیمت زور داره که بر اساس تک تایم فریم پیش بره و بعد نیاز داره که نقدینگی تایم فریم بالاتر بره و دوباره اون روند رو در اون تایم فریم اصلی شما ادامه بده. اوکی. و باز دوباره که این اتفاق میفته، قیمت نیاز داره که یه نقدینگی تایم فریم بالاتر بزنه و بعد همون شماتیک اتفاق بیفته. الان اینجا بعضی که نقدینگی رو زد، اینجا اف جی برای شما تشکیل داد و این میتونست آخرین ورود شما باشه. و پیشنهاد من اینه که بیشتر از 2 لگ 3 لگ نیاز ندارید که بگیرید و بعد باید انتظار داشته باشید که روند تایم فریم بالاتر شما برگرده. اوکی، یعنی روند تایم فریم بالاتر شما نقدینگیش زده بشه. دوباره اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اگر می‌خواستید با روند پیش برید،
این نقطه‌ای زده شد، FVG برای شما ساخته شد، اینجا ورود می‌زدی، استاپ می‌ذاشتین پشت، استاپت می‌خورد، هیچ مشکلی نداره. استاپت خورد، اشکالی نداره. دوباره اینجا به شما تاییدیه داده، اینجا ورود خودتو میزنی، استاپت این پشت قرار میدی و به راحتی استاپ خودتو جبران می‌کنی. و این سقفم سقفی بوده که میتونستی به عنوان تارگت ازش استفاده کنی. و همین داستان دوباره در تایم فریم ویکلی داره اتفاق میفته. اگر دقت کنید این جایی که استاپ شما خورد و این استرانگی بود که شما وارد شد بر اساسش در تایم فریم دیلی، ببینی اینجا که استاپ شما خورد در اصل یک سوینگ لو ویکلی ساخته. حالا این سوینگ لو ویکلی که زده شده قیمت همچنان نتونسته برای شما FVG سعودی تشکیل بده. برای همینه که قیمت اینجا داره رنج میزنه، چون نتونسته FVG جدیدی برای شما تشکیل بده که بخواد به سمت بالا ادامه حرکتو بده. اما انتظار ما اینه که در جهت این روند صعودی که داریم اگر FVG صعودی برای ما ساخته بشه روند ما ادامه پیدا کنه. اوکی، حالا این داستان رو میتونید در تایم فریم های پایینتر هم توی کیل زون ها استفاده کنید. خب مثلا تریدای جذابی که دیروز اتفاق افتاد، ببینید اینجا از دیدگاه تایم فریم 15 دقیقه که نگاه میکنید یک روند صعودی داشتیم ما اینجا، اوکی، و قیمت اومد چیکار کرد؟ این نقطه‌ای رو زد، درسته؟ و بعد این سقف اصلی رو زد. ما یک استرانگی داریم از این پایین تا اون بالا. خب نقطه‌ای داخلی خودت مشخص می‌کنی، این نقطه‌ای اینجا داری، این نقطه‌ای هم اینجا داری، نقطه‌ای دیگه هم اینجا داشتی. قیمت میاد این نقطه‌ای رو میزنه و برای شما FVG تشکیل میده. اوکی، اینجا شما ورودتو میزنی، استاپتو میزنی این پشت. اوکی؟ و به زیبایی میره کار خودش انجام میده. اون یه آری که مد نظر ما بود رو به ما میده. برای همین بهتون میگم که فعلا با یه آر شروع کنید، چون خیلی حیفه که این معامله‌ای که رفته کار خودش رو انجام داده در نهایت بده استاپ شما رو بزنه. چرا؟ چون شما مثلا انتظار داشتی بره این سقف رو بگیره. اوکی، و بعد از اون قیمت اومد نقدینگی رو زد، دوباره FVG بعدی رو هم تشکیل داد. یعنی ما انتظار داشتیم به سمت بالا ادامه حرکت اتفاق بیفته، اما این اتفاق نیفتاد. اوکی، این اتفاق نیفتاد و قیمت اومد آخرین استرانگای خودش رو کاملا فیل کرد. دقت میکنی؟ همین استرانگایی که اینجا بود، این استرانگ اصلی ما هم فیل شد و قیمت روند خودش رو تغییر داده. پس برای اینکه بخوایم با روند همراه باشیم منتظر میشیم که نقدینگی گرفته بشه. کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که از این بالا تا این پایین 50% رو هم برای خودمون میتونیم مشخص کنیم. این چقدر زیبا اومده، به 50% هم برگشته. این ناحیه بادی داستان فیر والو ایریا هم داشتیم، قیمت اومده میتیگیتش کرده و مهمترین چیز اینه که کی به ما تاییدیه رو بده و اینجا این FVG ساخته. درسته؟ شما میتونید اینجا ورود خودت داشته باشی، استاپت این پشت قرار بدی، دوباره قیمت اومده یک ایکوال های جذاب ساخته، زده، دوباره FVG بعدی رو تشکیل داده، میتونستی ورود بعدی رو داشته باشی و به زیبایی به سمت، یعنی ببینید این ترید اول شما، خب این همینجا تیپیش خورده، عملا خیلی بیشتر از اون چیزی که هم انتظار داشتید خورده. 3 آر کار کرده حداقل، اگر اشتباه نکنم خبر قرمز بوده. و بعد از اون قیمت نقدینگی رو زده، FVG بعدی رو ساخته، میتونستید پوزیشن بعدی رو اینجا وارد بشید. خیلی منطقی و جذاب. یه با اینجا میزدید مثلا، اوکی، و تیپی میشد، تیپی میکردید روی آر، اوکی. بعد از اون یه بای دیگه اینجا میزدید، استاپ میخوردید، بعد از اون یه سل اینجا، یه سل اینجا. خیلی منطقی و جذاب. اوکی، پس این چیزی که بهتون گفتم رو لطفاً برید بک تست بگیرید برای خودتون. اول از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید و یک تایم فریم رو به عنوان تایم فریم ورود خودتون استفاده کنید، یک تایم فریم رو به عنوان تایم فریم بالاتر که روند تایم فریم بالاتر رو هم در نظر داشته باشید. یعنی اگر مثلا میخواید از 15 دقیقه به عنوان نقطه ورود استفاده کنید، تایم فریم 1 ساعته رو حواستون بهش باشه که روند 1 ساعته به چه صورت. اوکی، و اگر میخواید 1 ساعته استفاده کنید 4 ساعته مهمه، اگر 4 ساعته میخواید استفاده کنید دیلی مهمه. اوکی، از این دو تایم فریم استفاده کنید و ببینید که چطوری داستان. مطمئناً یک تغییرات بسیار بزرگی توی روند ترید شما اتفاق خواهد افتاد. فقط از قوانین گفته شده پیروی کنید و کار عجیب و غریبی هم انجام ندید لطفاً. اوکی، امیدوارم که این ویدیو واسهتون جذاب بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. مثل همیشه میتونید توی تلگرام هم با خودم در ارتباط باشید. اگر سوالی داشتید حتما ازم بپرسید. اگر علاقه‌مند هستید که توی منتورینگ خصوصی هم شرکت کنید که استراتژی اسکلپ رو در تایم فریم 1 دقیقه آموزش ببینید، میتونید بهم توی تلگرام پیام بدید تا وایس تکمیلی براتون ارسال هم بشه. روز و هفته خوبی داشته باشید. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.